السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أخواتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي العزيزات، أرجو أن تكن جميعا بخير وعافية. مرحبا بكن مرة أخرى في درسنا الثاني من مقدمة العلم، حيث سنتحدث اليوم عن آداب طلب العلم. خواهرانی عزیز، امیدوارم که همتون خوب باشید انشاءالله، صحت و سلامت. خوش آمده به درس دومی ما از مقدمه علم که انشاءالله امروز درباره آداب طلب علم صحبت خواهیم کرد. طيب حبيباتي، انتبهنا. العلم نعمة عظيمة وقيمة لا ينال إلا بالجد والاجتهاد. إن أراد أحد تحصيل العلم لا بد له أن يتحلى بالأدب والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. علم یک نعمتی بزرگ و ارزشمند است و آن را تنها با زحمت و کوشش به دست آوردن ممکن است. اگر کسی بخواهد که علم را به دست آورد، باید خود را با آداب و اخلاق نیک آرا دهد، مزین سازد، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من برای تکمیل اخلاق حمیده فرستاده شدم. وعندما كنا طالبات مبتدئات في المدرسة كنا نتعلم أولا أهمية الأدب وأثره قبل أن نبدأ في طلب العلم، يعني وهكذا ينبغي أن يكون، لأن من يطلب العلم قبل الأدب يضيع، كما أنه يضيع وقته في طلب المحال. وقتی که ما طلبه های شاگردانی نو آموز مبتدی در مدرسه بودیم، اول به ما اهمیت و تأثیر آداب را تعلیم داده می شد. بعضا برای هفته ها درباره آداب، درباره سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، درباره سیرت علما، درباره اخلاق و آداب علما درس داده می شد، پیش از آن که به طلب علم حقیقی شروع کنیم. و یعنی همین طور باید باشد، زیرا هر کسی که علم را به آداب طلب می کند وقتی خود را در جستجوی محال، یعنی چیز غیر ممکن، ضایع می کند. و اخواتي، الأدب والاحترام عند طلب العلم أمر لا غنى عنه لنا جميعا على الإطلاق، يعني لي أنا ولكن على حد سواء. وما أتحدث عن الأدب إلا لأنه جزء أساسي من طلب العلم، وليس لأنني أريد أن تحترمني لذاتي، لمن أنا، لأنني صديقة وهكذا، أبدا. بل الحقيقة أن الأدب واجب علينا جميعا، كما قلت، لأن هذا العلم يا عزيزاتي هو علم دين الله سبحانه، ولا يليق بمن يسعى إليه إلا أن يتحلى بحسن الخلق في القول والعمل. خواهرانی عزیز، در یادم نیست چی چیزها رو گفتم، اما یعنی ترجمه کرده ایستادم: آداب و احترام هنگام آموزش علم برای همه ما ضروری هست، برای من هم، برای شما هم، على حد سوا، یعنی برابر. نه اینکه من این درس رو برای شما می آموزانم از سببی که من کبر دارم و میخواهم که شما من رو احترام کنید، نه، بله این جزءش هست، اما این هم برای من ضروری هست که من علم رو باید احترام کنم، شما هم باید علم رو، اسباب علم رو احترام کنید، مصدرها، منبعهای علم رو احترام کنیم. همه ما در این درس شریک هستیم. من درباره آداب یعنی سخن میگویم نه برای آن که میخواهم که من رو شخصا احترام کنید، بلکه از آن سبب که آداب قسمی مهم و اساسی طلب علم هست. چون که ای عزیزان، این علمی که ما می‌آموزیم، این علمی که من یعنی
باید به شما رسانم در بعضی موضوعها و بعضی سوال و جواب که میکنیم، این علم یعنی علم دین الله سبحانه و تعالی هست و ما باید خیلی احترام کنیم و خیلی احتیاط کنیم. برای کسانی که در این راه سعی میکنند، برای آنها ضروری هست و شایسته هست که باید در گفتار و در رفتار با اخلاق نیک خود را باید آراسته سازند. هيا لنبدأ الآن بقراءة آداب طلب العلم. بیایید که آغاز کنیم 10 آدابی که من برای شما جمع کردم، گرچند که همش نیست. الاول الاخلاص. نیت‌های خود را پیش از قدم زدن به سفر طلب علم پاک کنید و نیت کنید که تنها برای حاصل کردن رضای الله سبحانه می آموزید. علم را برای شهرت، خودنمایی، مسابقت و جدال کردن نآموزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، یعنی این حدیث از امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه هست، یکم حدیثی صحیح البخاری هست که میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. این قسمت اولی همون حدیث است که میگوید بیشک عملها به نیتها وابستند و هر کس به آن چیزی میرسد که او نیت کرده است، یعنی که به هر کس همون چیز میشود که او نیت کرده است. هر سعی و کوششی که با اخلاص در راه طلب علم انجام داده میشود همچون عبادت حسابیده میشود و برایش اجر و ثواب داده میشود. و باید یاد داشته باشید که نیت پاک نه تنها برکت علم را می افزاید بلکه در آخرت مکافات ابدی را نیز تأمین می کند. این در قدم اول هست، یعنی که شما در این گروه باید از این سبب آبونه نشوید که من بینم که این کسی که در اینجا استادگی می کند چند قدر می داند، یا من ببینم که در اینجا اختی ها که هستن، اخوات که هستن، یعنی این خواهران که هستن چی رو می آموزند، من جاسوسی کنم یا اینکه من همین خیلی برای سنجش این معلمه داخل شوم. نه، قبلا متاسفانه بود در گروه ما بعضی ها که و من معلوم شد که آنها فقط برای با گپ خودشان برای جاسوسی داخل شده بودند. سبحان الله. برای همین اگر برای جاسوسی داخل شده باشید پس برای همان جاسوسی خود مکافات میگیرید یا اینکه مطابق همان شما میبینید. و اگر با اخلاص در آمده باشید برای حاصل کردن علم پس انشاءالله که برای همان انشاءالله موفق میشوید. دوم، آموزش علم با تدریج. این را میگویند طلب العلم بالتدریج. یکی از آداب آموزش علم این است که از علم‌های ابتدایی و اساسی آغاز نموده بعداً به موضوع‌های اختلافی و پیچیده گذرید. کوشش درک نمودن مسئله‌های پیچیده و نازک به مانند تفصیلات مسئله‌های عقیدوی، اختلافات مسئله‌های فقهی در بین مذاهب، تفسیر قرآن و غیره بدون از خود کردن اساسها میتواند باعث سردرگمی، گمراهی و فهم سطحی گردد. چنانکه که یکی از علما میگویند، به فکرم که سفیان ابن عیینه رحمه الله بود، میگوید الحدیث مضلة الا للفقهاء. خوب گوش اندازه چی میگوید؟ میگوید که حدیث گمراه کننده هست مگر از برای فقیهان. یعنی که کسی که حدیث را همین خیلی ظاهرش را بخواند و به شرح علما را نظر کرده، به کتاب های علمی را کشاده، نزد استاد علم حاصل کرده اگر خواند، میتواند که گمراه شود، میتواند که در یک مسئله فهمیش نادرست را بگیرد. نه اینکه حدیث ذاتاً گمراه کننده است، البته که نه، اعوذ بالله، اما ما باید این گپی عالم را سفیان ابن عیینه درست درک کنیم که این خیلی یک گپی با حکمت گفته است. شاگرد باید با آموزش زبان عربی، چون که این اساس هست، این دروازه هست، در هست برای داخل شدن به علوم اسلامی، تصحیح کردن تلاوت، سببی که این را هر روز برای قرائت در نماز تلاوت کردن قرآن ضرورت دارد تا اینکه نمازش باطل نگردد، تا اینکه گناهگار نشود از قرائت نادرست و پر از خطا، لحن. و اینچنین آموختن احکام فقهی روزمره، هر روز که نماز میخوانیم، وضو میکنیم، در ماه رمضان که مثلا روزه میگیریم چی احکام نیاز داریم،
علم الحال گفته می شود. این احکام رو باید اول شاگرد بیاموزد و تحت نظارت استاد. اصلاح نمودن اخلاق، خواندن سیره و احادیث آسان از این علم ها و فن ها آغاز کند. در خاطر داشته باشید که تدریج یعنی که آهسته آهسته بالا شدن در آموزش به شما کمک میکند که بنیاد قوی علمی و درک عمیق داشته باشید. سوم، وقت را غنیمت دانستن. اغتنام الوقت، قدر وقت را بدانید و هر لحظه را ثمرناک استفاده برید. آموزش علم تنها وقتی ثمره می آورد که وقتی خود را به کارهای مهم بخشید و از غفلت دور باشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. دو نعمت هستند که بسیاری ها قدرشان را نمیدانند: تندرستی و فارغی یعنی وقت داشتن. و این چنین یک گفتنی هست که به امام شافعی نسبت داده می شود: وقت مثل شمشیر هست، اگر آن را استفاده نبری آن تو را میبرد. وقتی خود را در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های ردیه و گفتگوهای بیفایده صرف نکنید. هر ثانیه‌ای که برای علم صرف میکنید در اصل سرمایه گذاری برای دنیا و آخرت هست. یعنی که اگر شما از من میپرسید و میخواهید که نصیحت من رو شنوید که من از کتاب‌های علما و از استادانم به شما پیش کنم، کوشش کنید که گروه‌هایی که بیفایده هست، گروه‌هایی که در آنجا مثلا خیلی وقت خود رو ضایع میکنید، از آن گونه گروه‌ها خارج شوید. گروه‌هایی که در آنجا یکم خیلی شرکت نمیکنید، یکم چیز رو نمیخونید، کوشش کنید که چیزهایی که دقت شما رو جلب میکند همون چیزها رو از خود دور کنید. البته که شما باید در تماشا کردن فیلم ها و در گوش کردن موسیقی و این چیزها البته که باید هرگز حتی نزدیک نشوید. نه فقط این چیزها گناه هستند و جایز نیستند، بلکه این چیزها وقت انسان را هم خیلی ضایع میسازد. شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام هست و دیگر تلگرام هست، در آنجا خیلی زیاد ویدیوهای کوتاه هست که انسان رو خیلی دقتش رو جلب میکند و وقت خیلی زیاد ضایع میشود و حتی یعنی اهمیت هم نمیدهد. از این سبب کوشش کنید که این چیزها رو از خود دور کنید. وقتی که من در مدرسه بودم به 6 سال یکمش من یگام خیلی شبکه اجتماعی و این گونه یعنی حتی تلفن هم نداشتم و این فقط در آخران سال بود بعد از امتحانات که من از سبب یعنی میخواستم یک تجارت کنم با کتاب ها، از سبب یک مگزین، یک مغازه کشادن، از این سبب من یکم بار یعنی در شبکه اجتماعی یعنی داخل شده بودم و حتی تا حال هم یعنی نزدیک نمیشوم مگر برای یک فایده رو نشر کردن، مگر برای درس دادن. برای همین یک تقسیم اوقات داشته باشید، یعنی یک روتین میگویم یا اینکه یک جدول میگویم، همین گونه یک چیزی به خود تهیه کنید، آماده سازید که از صبح تا شام شما به چی کارها مشغول میشوید و کوشش کنید که در هر روز یک وقت معین رو برای درس، برای تکرار، برای خواندن کتاب، برای قرائت قرآن، برای اوراد و اذکار خود را انجام دادن، برای این چیزها معین سازید و هیچ وقت نگذارید که از دستتون رود. ادامه میدیم به چهارم و این است صبر. صبر در راه علم خیلی مهم هست، زیرا سفر آموزش علم دائمی و پرتلاش است. در این راه شاید مشکلات و مانعه‌ها پیش آیند، اما تنها با صبر و استواری میتوانید آنها را پس سر کنید. اگر شما امروز به سختی‌های تعلیم، تلخی استادان و خستگی‌های تحصیل صبر کنید، فردا ثمره این کوشش‌ها را مشاهده خواهید کرد. اگر به طلب علم صبر نکنید یا در جهالت میمانید یا علمی ناقص حاصل میکنید که از جهل هم خطرناکتر هست. یعنی مقصدم از این جمله آخران این است که اگر بعضی ها صبر کرده نمیتوانند بر سختی های علم یا از سببی که استاد کمی سخت گپ هست، کمی جدی هست، بعضی استادان یعنی همون رفتارشون همین گونه میباشد، مزاجشون همین گونه میباشد که نرم هستند، یعنی خیلی نادیده میگیرند بعضی کارهای طالبان را. بعضی استادان کمی سخت هستند، کمی جدی هستند، کمی سخت گپ هستند. ما هم در وقت طلب علم هر دو نوع استادان را داشتیم و من انشالله به مرور وقت برای شما
چه قصه هایی رو میگویم که من چقدر در وقت طلب علم گریه کرده بودم. اما راستش اگر گویم من آرزو میکنم که به همون روزها یعنی برگردم، چون که روزهای طلب علم خیلی خیلی زیبا هست. از این سبب من برای شما گفتنی هستم و حتی یعنی کمی به گریه هم آمدم که وقتی که یک استاد سختی میکند یعنی نگذارید که این چیز شما را از درس و از علم دور کند، بلکه این چیز شما را باید به شما یعنی قوت بخشد. مخصوصا یعنی در وقتی حفظ قرآن خیلی مشکل هست. یک استاذای خیلی یعنی من اگر در نزدم باشد دستایش رو میبوسم. خیلی سخت داشتم، اما به من همان استاذه کمک کرد و امروز تا حال خبری من را میگیرد. و این چنین در تخصص حدیث یک استاد داشتم از جنوب افریقا، خیلی سخت بود. من اینقدر کوشش میکردم که آدابم و اخلاقم بهترین باشد، اما یک کوتاهی هم اگر میکردم همین قدر به من سخت میگفت که من به یادم هست گریه هایم. اما من هیچ وقت از آنها ناریزا نیستم، چون که این سنت علم همین است. و راستش اگر به شما راستش رو گویم که این سبب فخرم هست و من خود را خوش نصیب حس میکنم که من یکی از طالبه های بودم که استادان سخت گپ زدن، یعنی سختی رو نشان دادن، زشت بودن، اما من صبر کردم، چون که همون استادا امروز اینقدر با احترام، اینقدر نازکی، اینقدر با چی گپ میزنن، یعنی به من دعاهایشون رو میفرستن، میگن با من این گپ از تو رسید، من خیلی خوشحال هستم از این کارت از آن کارت. یعنی در اول سختی میکنن، اما وقتی که ما صبر میکنیم به انتها میرسانیم، آنها خیلی از ما شاد میشوند و خیلی برای ما دعا میکنن. و بودند شاگردانی که متاسفانه یک گپ استاد ته یا بالا که میگفت و گفتی خودمان تیز قهر میکردن، تیز متاسفانه غیبت میکردن. من میشنیدم. برای همین از یعنی استادها از یعنی هر نوع میباشن، بر تلخی همین راه صبر کنید. یعنی مقصدم همین است. به هر حال هر قدم در راه علم که با صبر برداشته میشود، به انسان نزدیکی بیشتر به الله سبحانه و تعالی و برکت در دانش میبخشد. و من یک شعر امام شافعی رحمه الله را برای شما روان کرده بودم که میگوید اینقدر این شعر زیبا هست و تمام همین هدفی که من میخواهم به شما رسانم، اما اینقدر زیاد گپ زدم و به مقصد نرسیدم، در همین شعر امام شافعی برای شما جمع شده است. میگوید اصبر على مر الجفا من معلمی فإن رسوب العلم في نفراته. میگوید صبر کن بر تلخی سختی های معلم، زیرا که علم در سختی های او پنهان شده است، نهفته است. و من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. هر که تلخی تعلیم را یک مدت نچشید، در طول عمر خاری جهالت را میچشد. و من فاته التعلیم وقت شبابه فکبر علیه 4 لوفاته. میگوید کسی که در جوانی از علم دور ماند، بر او 4 بار تکبیر گوی، چون که در وقتی نماز جنازه یعنی 4 بار تکبیر گفته می شود. یعنی که هدفش این است که تکبیر گوی که او مرد، که مرگ معنوی او فرا رسید. و در آخر می گوید و ذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. جوان به الله قسم با علم و تقوا ارزش پیدا می کند و اگر این دو چیز این دو نباشد، شخصیت بی ارزش است. پس این رو انشاءالله در فکر خود بگیرید. دیگر 5 آموزش علم با تدریج. بخشش این بود. 5 هست التواضع. بخشش این رو ترجمه نکردم. این است تواضع، یعنی فروتنی یک جزء مهم اخلاقی طالب علم هست. آن نه تنها برکت علم را افزون می کند، بلکه انسان را نزد الله و مردم محبوب می سازد. علم باید سبب کمالات اخلاق و خاکساری گردد، نه کبر و غرور. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و ما تواضع احد لله الا رفعه الله. هر کس که برای الله فروتن شود، الله او را بلند میبرد، قدر میدهد. خواهرانم، هنگام طلب علم خاکسار باشید. خود را نیازمند به استاد و دانش او دانید. هرگز فکر نکنید که شما از همه ذکی ترین در صنف هستید یا از استادتون بیشتر میدانید، مخصوصا وقتی که هنوز شاگردی نوآموز هستید. استادها و استادان البته که خطا کرده میتوانند بعضی وقت، یعنی زبان بعضی وقت میلغزد،
بعضی یعنی چیزها رو نادرست می نویسند که حاضر من در اینجا این رو ترجمه نکردم، این هم از طرف الله هست، این هم یک نقطه تعلیم هست برای من هم در اینجا یعنی فراموش کردم، انسان هستم، کوتاهی و کمی دارم، اما با این نیت که من استاد رو بسنجم یا اینکه من استاد رو خطاش رو در نزد همه عیان و نمایان سازم، با این نیت باید کردن نشود. تواضع داشته باشید. و در نقطه بعدی احترام المعلمین، احترام استادان. همیشه با استادان خود احترام گذارید، نه وابسته از آن که آنها از شما کلانند یا خرد، زنند یا مرد، عربند یا تاجیک، زیرا که آنها به شما ارزشمندترین علم را می‌آموزانند که این علم دین الله سبحانه و تعالی هست. احترام استاد نه تنها برکت علم را می‌افزاید، بلکه شما را سزاوار احترام دیگران نیز می‌گرداند. هنگام سخن گفتن یا نوشتن به استاد باید با احترام و ادب مناسبت کنید. اگر به استادان می نویسید، خوب این را متوجه شوید خواهران عزیز که هممون در اول کمی کوتاهی و نافهمی داریم، اما وقتی که به استادان می نویسید سوال یا نیازتان را کوتاه و با احترام بیان کنید و چند روز انتظار شوید پیش از آن که دوباره پیام فرستید. متاسفانه بعضی ها پیام می نویسند دور و دراز، آخرش من نمیفهمم که آنها چی می خواهند یا سوالشان چیست و من متاسفانه وقت به خواندن اینقدر پیام های دراز را ندارم. برای همین کسانی که می توانند یعنی پیام صوتی کنن این بهتر است، چون که من در عین جواب دادن سوال های شما 2 کار 3 کار رو میکنم. زیادی وقتی یا من طعام یعنی میپزم یا در بیرون هستم یا به یگم کاری دیگر مشغول هستم، چون که میدونید که بیرون از این درس ها من در دیگر مدرسه درس میدهم صبح و شام. برای همین متاسفانه وقت ندارم. از این سبب پیام های خود رو کوتاه نویسید، واضح نویسید و روشن نویسید. وقتی که من جواب نمیدهم خواهش میکنم در غلط فهمی نباشید که من شما رو قدر نمیکنم یا من به سوال شما یگام خیلی یعنی توجه نمیدهم. هرگز نه، همه شما برای من عزیز هستید. هر یکی از شما که در این گروه داخل میشوید من به خود یک مسئولیت میبینم، میدانم که من باید که به شما خدمت کنم. برای آن چیزهایی که شما در اینجا شامل شدید من همان چیزها رو باید یعنی با کمال به شما رسانم، با پررگی باید به شما رسانم. چی سوالهای شما باشد، چی یعنی غمهای شما باشد به شما کمک کنم، چی دیگر و دیگر. از این سبب فقط برای یعنی بهتری هممون میگویم که پیامهای خود را کوتاه‌تر واضح نویسید و وقتی که در پیام خاصی من منویسید حداقل 3 روز باید که انتظار شوید. دیگر 3 روز حداقل انتظار شوید. جواب ندادم 1 علامت سوال کفایه است. بعضی ها 3-4 تا علامت سوال 3-4 تا سوال می نویسند و بعد از 1-2-3 ساعت میگویند که من جواب نگرفتم، جوابی من کجاست؟ اما ای خواهری عزیزم اگر پیام های من را ببینید، یکمش یعنی ادمین کی ما 10 سوال دارد بیچاره، مردم او را غم میدهند، دیگرش دیگر یعنی سوال دارد، دیگرش بیمار هست، دیگرش کلانسال هست، دیگرش این است. از این سبب یعنی برای صبر شما و برای فهمیش شما خیلی منتدار میشوم و نه فقط با من، با دیگران هم. یعنی این رو من برای فقط خودم نمیگویم، این رو من برای شما درس میدیم، تعلیم میدیم که با استادان باید همین خیلی رویه کرد. هرگز با استادانتان همچون دوست مناسبت نکنید. بعضی ها فکر میکنند که کمی استاد که شوخی کرد، کمی مذاق کرد، کمی یعنی لطف کرد، تمام یعنی همچون دوگانه شد و همچون دوست شد. نه، هرگز باید در این غلط فهمی نافتید. شوخی های زیادتی و بیجا نکنید و کوشش نکنید که دانش آنها رو سنجید. بعضی ها همین گونه میکنند و همین که من فهمم که کسی میخواد که من رو سنجد، من هیچ وقت به این گونه شخص جواب دادن رو نغز نمیبینم. از سببی که وقتی که برای سنجش در اینجا داخل شدی، پس در آن وقت معلوم شد که تو برای من باوری نداری که من علم دارم یا اینکه من میتونم برای تو یک فایده رو برسانم. پس اگر این گونه باشی، پس هدفت در اینجا یعنی معنا ندارد. پس میتونی که نزد یک شخصی روی که با او باوری داری. فراموش نکنید که استاد به شما نیاز ندارد، بلکه شما به استاد نیاز دارید. اگر استادی خوبی رو پیدا کردید، هرگز کاری نکنید که او را از دست دهید. من هیچ یک استادی را تا امروز با او علم نآموختم که او را رها کرده باشم. تا امروز هر سال یا یکم کتاب رو دوباره میکنم، یا اینکه یک کتابی نو رو میکنم با یکم استاد، یا یک کورسی نو رو میگیرم، یا در یک بخشی دیگر داخل میشوم.
از سببی که من بعضی استادان رو پیدا کردم که خیلی استادان قوی هستن، هیچ وقت نمیخواهم که آنها رو رها کنم، گرچندی که من اینقدر متاسفانه مشغول هستم با درس دادن و با البته من هم یک خانم هستم، یعنی شوهر دارم، اهل و عائله دارم، خسور و خوشتومن دارم، مادر و خواهران دارم، البته آنها هم حقوق دارن، اما با این قدر یعنی مسئولیت ها هم کوشش میکنم که یک وقت خود رو جدا کنم برای برای درس گرفتن، خود طالب علم بودن، چون که این یک سفری نیست که برای 1 سال 2 سال 3 سال باشد، این سفری پر زندگی هست، این یک طریقه زندگی هست، پس انسان باید هیچ وقت این راه رو رها نکند. هفتم، الکتابه والحفظ والمراجعه، نوشتن، حفظ و تکرار. نوشتنی یادداشت ها یا اینکه این نوت ها که میگویم یا لکسیه ها که میگویم هنگام آموزش بسیار مهم هست، زیرا آن دانش رو استوار نگاه می‌دارد و امکانیتی بازنگری فراهم می‌آورد. هر چیزی را که می‌آموزید با ترتیب روشن ثبت کنید تا به آسانی آن را تکرار کرده توانید. امام شافعی گفته است علم شکار هست و نوشتن ریسمان آن. ببند شکار خود را با ریسمان های مستحکم. یعنی میگوید العلم صید والکتابه قیده، قید صیودک بالحبال الواثقه. و دوام دارد اما همین قدرش کافی است. بعد از نوشتن تکرار هر روزه مهم هست، یا به تنهایی یا با همدرسان، تا که دانشی گرفته شده در خاطر باقی ماند. حفظ قسمت های اساسی علم نیز ضرور هست، ولی تنها حفظ به فهمیش کافی نیست. درک کردن معنا در برابر حفظ دانش را زنده و استوار نگاه می دارد. یعنی که فقط حفظ کردن، بعضی ها میگویند که ما چه چیزها رو حفظ کنیم، باید حفظ کردن این رو دوباره به شما رسانیم، دوباره برای شما پیش کنیم، سپاریم. نه، از تنها حفظ کردن فایده ای نیست. مثلا کسی اگر به زبان خطایی به من 10 جمله رو اگر درباره مثلا مدیسین، درباره طب اگر آموزاند و من تکرار کرده توانم، این معنای آن را ندارد که اول من خطایی رو میدانم و دوم این معنای آن را ندارد که من طب رو فهمیدم. فهمیدین؟ از این سبب وقتی که من درس میدهم، من برای شما یکم خیلی سوالنامه یا یکم کاغذی نمیدهم که سوال و جواب باشد، چون که من برای شما کانسپت ها رو درس میدهم، مضمون ها رو درس میدهم، قاعده و اصول ها رو درس میدهم و آنها رو شما باید هر خیل کرده فهمید. خود هم با لفظ خود فهمانده توانید، از روی یعنی دفتر هم خونده فهمانده توانید و البته چیزهایی که حفظ کرده میتوانید حفظ کنید، این باقی ندارد. هشتم، سیمای طلبه علم. هنگام آموزش علم نگاه داشتن پاکیزگی، لباس پوشی مناسب و فروتنی از آداب مهمی طالب علم هست. طالبه باید همیشه لباس های پاک، عادی و دراز پوشد که حرمت علم را نشان دهد. رعایت حجاب و تازگی شخصی از جمله کوتاه نگاه داشتن ناخن ها و پاکی بدن و دهان نیز حتمی است. امام مالک رحمه الله هنگام درس بهترین لباس های خود را می پوشید تا بزرگی علم دین را احترام کند. تازگی و آداب درست نه تنها جزئی فرهنگ علم هست، بلکه نشانه اخلاص و احترام به علم و محیط آموزش می باشد. نهم این است دوامناکی، المداومه. دوامناکی آموزش کلید موفقیت در راه علم هست. علم را به مقداری کم ولی منتظم آموزید، زیرا دوامناکی برکتی بیشتر می آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند احب الاعمال الی الله ادومها و ان قل. اعمالی که الله سبحانه و تعالی بیشتر دوست می دارد آن است که دائمی باشد، حتی اگر کم هم باشد. کوشش نکنید که همه چیز را یک باره آموزید، بلکه با تدریج و قسم کرده کم کرده آموزید. علما میگویند، مثلا امام الزرنوجی در کتابش هم به همین اشاره میکنند که هر چیزی که یک بار حفظ شود یک بار فراموش می شود. بعضی ها از سبب شوقمندی در اول همین قدر میخواهند که یاد بگیرن، این رو هم میگیرن، این کتاب رو هم میگیرند، اما 1-2-3 ماه زیاد 1 سال میآموزند و بعد از آن خسته و مانده میشوند و همه چیز رو هم فراموش میکنند. از این سبب
یک راه منظم، یک نقشه علمی خیلی مهم هست. همان قدری که استاد برای شما یا مدرسه برای شما میگوید که آموز، همان قدر رو اساس، یعنی همچون مقدار اساسی دیده همان قدر رو اول آموزید و چقدری که و همین که اون قدر رو خوب آموختید میتوانید که کمی زیادتر در وقت خود آموزید، اما زیادی بد نشود. اینقدر زیادی بد نشود که یک بار آموخته شود و یک بار فراموش کرده شود. در آغاز از روی شوق و هوس زیاد در آموزش از حدی توصیه شده استاد نگذارید و بعد از مثلا نویستم 2-3 ماه تماما کاری رو انجام ندهید و مانده شوید. خب مداومه بسیار مهم هست، یعنی که دوام دادن و دوامناکی. کم کم آموزید اما با مداومه، با دوامناکی. و اخیراً عمل کردن بر علم، العمل بالعلم، که برای همین موضوع چندین کتاب ها نوشته شده است. مثلا امام الخطیب البغدادی رحمه الله کتابی دارد اقتداء العلم العمل، که درباره عمل کردن بر علم خیلی زیاد یعنی روایت ها را آورده است. به هر حال علم تنها وقتی ارزشمند است که به عمل تبدیل داده می شود. علما می گویند العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. علمی به عمل مثل درختی به میوه است یا به حاصل گفته می توانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال عالمی که مردم را به کار نیک تعلیم می دهد ولی خود را فراموش می کند مثل چراغ است که برای مردم روشنی می دهد اما خود را می سوزاند. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. خود را می سوزاند. پس به مانند شمع نشوید، به مانند چراغ نشوید، خود هم عمل کنید. و یک خبر دیگر رو من برای شما از عایشه رضی الله عنها در اینجا کوتاه کرده نوشتم، به فکرم در همون کتاب اقتداء العلم العمل خوانده بودم. روزی یک جوان بعد از آن که از عایشه رضی الله عنها چیزهایی رو آموخته بود، شاید که عروة بن زبیر بود یا اینکه شاید القاسم بن محمد، به یاد ندارم، اما باز برای گرفتن علم آمد. یعنی که یک روز آموخت علم، باز دوباره برگشت. بس عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین چی پرسید؟ آیا به آن چی از من آموختی عمل کردی؟ یعنی که آن چیزی که من به تو قبلا یاد داده بودم آیا به آن عمل کردی که دوباره آمدی؟ هل عملت بعد ما سمعت منی؟ و وقتی که او جواب داد که نه، او گفت پس چرا ای پسرم دلیل های الله را بر ضد خود و من زیاد نکنی؟ میگوید یا بنی فبما تستكثر من حجج الله علینا و علیک. یعنی که تنها گرفتن دانش به عمل به آن نه تنها نابهره هست، بلکه آن دانش در روز قیامت دلیل علیه شخص میگردد. چون که وقتی که علم نداری، جاهل هستی، پس گرچند که این عذر بوده نمیتواند، اما تا یک درجه گفته میتوانی که من نمیدونستم. اما وقتی که علم رو میآموزی و میدونی که این چیز حتمی هست، این چیز فرض هست، این چیز رو پیامبر صلی الله علیه و آله به ما امر کرده است، این چیز رو الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده است و بعد از آموختن، بعد از دانستن عمل نمیکنی، این فردا روز قیامت به خلافت دلیل می شود. از این سبب عمل کردن بر علم خیلی خیلی مهم هست. فهذا اخواتي انتهاء درسنا اليوم. این پایان درس امروزه ما است. اسأل الله لي ولكن التوفيق والثبات على سبيل العلم. آمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.